از طرحی که وزارت امر بالمعروف و نهی از منکر اعلان کرده در قسمت جداسازی زمان استفاده از اماکن تفریحی که یک روزهای مختص برای بخش اناث و یک روزهای مختص به بخش ذکور است، بسیار حمایت میکنیم. بسیار یک طرح جالب و بسیار خوب است و معمولا کسایی که با خانواده بیرون میشن از خانه ترس و بیم از زیر دارن که ممکنه از طرف خیلی از کسایی که به عنوان مجردی و به این شکل میاین ممکنه مورد آزار و اذیت قرار بگیرن و این بسیار یک طرح بسیار جامعه و مقبول است برای همه مردم ما. بازداشت برچی هم دیم اینجا به خاطر تفریح هم دیم، اینجا امر به معروف هم دیم. این قانون وضع کرده و از قانون چنینیه که چند روز فامیلی باید، چند روز مجردین باید. یعنی قانون بهترین قانون است. قانون اسلامی هم است. هر کس که باید با ایجاب باید، به ایجاب نه. از اقدامی که وزارت امر به معروف و نهی از منکر کرده که قرار پارکار قسم یک تقسیم اوقات برش جور کنه که چند روز مخصوص برای فامیلا باشه و چند روز دیگه مخصوص به مجردین باشه، ما بسیار خوشحال هستیم و این یک اقدام بسیار نیک است. به خاطر که هر کس همراه فامیل خود میه و نمونه بسیار راحت به پارک گشت و گذار کرده بتونن و ما بسیار از اقدامشون خوش هستیم.